پیغمبر علیه السلام حدیثی مبارک ده میگن که العلماء ورثة الانبیاء، یعنی اینکه عالما میگویند این میراث‌های پیغمبر هستند. انشاءالله امروزه در این محفل من استادا یک سخن میکنن به نوبت. انشاءالله حاج عارف داملامده میتیم داملا سخن میکنن. بعد از آن من این برادرمان از ولایت فرغانه از رایان سوق داملا مجیب الله آمدگی هستن. انشاءالله این که سخن میکنن، بعد انشاءالله برادرها بعد طعام میکشن، بعد دل و جان انشاءالله گوش میمونیم. امروز محفل ده انشاءالله من استادا آمدن، من همینجا تشریف قدوم کردن. انشاءالله استادها امروز ما و شما را تا قدر امکان پند و نصیحت میکنند. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. معصوم که همین تویا هستن و این بچه و دخترها با صد خودداری دارن. اگر مثل همین دیگر اروپا همین تویا گم شد یگان دختری ساز نمیابه، یگان با بسم الله بچه نمیگیریم، با بسم الله دختر نمیگیریم. عزیزان من با همین طرف رفته شدیم. اما خدا خواهد انشاءالله این طرف مانیم، ما مسلمانیم، الحمدلله مسلمان زادیم. مسلمان انشاءالله باید تو کلمه لا اله الا الله گفتی با یک آبرو گفتی حضرت جلالدین رومی که آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ملکه شوری که داملا در بالا گفتن، مهمان های بسیار برادرای نزدیکمان حضور دارند. بسیارتر سخن به این برادران میتیم انشاءالله ما یک تبریکات میگیم. دعاش اجابت میشد عزیزانی من. ولی بعضی کروتایا برمده پدرها را پدر نکرده ساده، مادرها را مادر نکرده. بعضی با بی مذهبا دور میگیرن ای پدر خودش چی نیست، دنیا نیاورده بسیار نه نده ول نه نده تا نشون میتیم جان خدا خواهد نه نده خدا خواهد اولی راضی نشود. هیچ وقت نمازم قبول نیست، عبادتم قبول نیست، حجم قبول نیست. رضا فی رضای والدین، راضی خدا در راضی پدر و مادر عزیز نبران. غضب خدا در غضب پدر و مادر است. چشما تکشا خدا خواهد انشاءالله. ولی یک بچه یک دنیا آورده جون تمتیش خدا خواهد. شما اگر ساعت 12 خدا خواهد بیمار شود پایلیش خدا خواهد بابا نیسنجا میدون چند کیلومتر زده میبریش، پدرتم در جاش میمون. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.